غذاهای هزارگی و آشپزی مروج قوم هزاره. این آشپزی هرچند تحت تأثیر آشپزی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و ایرانی بوده است، اما با آن هم غذای مختص به جغرافیای خود را دارد و روش‌ها و سبک‌های مختلف برای پخت و پز آن وجود دارد که گستره آن شامل هزارجات و سایر نکات هزاره‌نشین است. در فرهنگ مردم هزاره مهمان نوازی مرسوم و مروج است که برای مهمانان غذاهای خاص تهیه کنند. اکثر هزاره ها با دست خود غذا می خورند و استفاده از چنگال و کارد کاربرد کمتر میانشان دارد. رژیم غذایی مردم هزاره تا حد زیادی بر اساس مصرف غذاهای پرپروتئین مانند گوشت و محصولات لبنی است. آنها در پخت غذا از مقدار زیاد روغن نیز استفاده می کنند. وعده غذایی هزارگی معمولا شامل پخت یک نوع غذا است و تنوع در آن کمتر دیده می شود. با این حال در مجالس رسمی بزرگ یا هنگام حضور مهمانان ممکن است انواع مختلف غذا پخته شود. برنج به دلیل اینکه در هزارجات قابل کشت نیست کمتر دیده می شود، اما گوشت به دلیل فراوانی به مقدار زیاد مصرف می گردد. دوغ نوشیدنی اصلی به شمار می رود و چای هم محبوبیت زیادی بین مردم هزاره ها دارد. میوه ها و سبزیجات فقط به صورت فصلی مصرف می شوند و آشپزی هزارگی عمدتاً بر نان متمرکز است. هزاره ها به آشپزخانه خود آتشخانه می گویند. چند نوع وسایل و کلمات زبان هزارگی که فکر می کنم در آتشخانه های هزارگی زیاد استفاده می شود و شما نیز شاید در آتشخانه های این وسایل را دیده باشید، مانند موری، سوراخ بالای آشپزخانه، لیلاو ظرفی که روغن در آن گرم می شود، دیگلی دیگ، سرماغ ملاقه بزرگ، چمچه ملاقه متوسط، چولی چلوصاف، چغیل غلبیل یا غربال گندم پاک، خزک سه پایه که بالایش دیگ گذاشته می شود، تایی دستی ظرفی که در آن دستا شسته می شود، بدنی آفتابه کوچک آهنی بدون دسته، تندور تنور، سندره پوست دباغی شده که در آن چندین سال قبل آب می آوردند، مشکوله مشک، دسترخو سفره. بخش اول نان. نان ستون اصلی سفره هزارگی. در آشپزی هزارگی نان فقط یک ماده غذایی نیست بلکه پایه اصلی بسیار از غذاهاست. مانند نان تاوه پخته شده روی صفحه داغ فلزی، نان تنور پخت سنتی در تنور هزارگی، نان پتیر ضخیم پر انرژی و بسیار مقوی، نان گندم، نان جو یا کلجو، نان جباری یا نان شخل، نان مشوم، نان گدوله، نان پتیر ترکیب آرد، روغن و نمک، نان بوته یا قروتی، نان با دوغ و روغن، اوشورک یا پیاوه، نان آب و روغن، شیرروغو، نان شیر و کم روغن، نان ملیده، نان خرد شده با روغن، چپاتی، نان ساده از آرد و آب. بخش دوم غذاهای نانی لبنیاتی ساده اما پرخاصیت. این غذاها در عین سادگی مغذی و بخش از زندگی روزمره اند. لیتی، آرد، روغن و دوغ. دلده، ترکیب از خرده گندم، دوغ، پیاز و گوشت نرم شده. حلوای سفید، آرد، روغن و آب. حلوای سرخ یا سمنک، آرد جوانه زده، روغن، آب و مقدار شکر و سمنک. حلوای سوجی با آرد مخصوص سوجی،
حلوای پنجری با قند سیاه، کشکیو، آرد، دوغ و آب. قروت کشکیو، کشک آب شده یا قروت آب شده با آرد. اطلق کشکیو، آرد، روغن، دوغ و آب. بلگیو کشکیو، خمیر پهن شده با دوغ. اماچ کشکیو، خمیرهای خرد شده در دوغ. شیر برنج، ترکیب برنج با شیر. خامپورته، آرد و آب. تلخان، از توت، آرد و روغن. بسراق یا خجور، خمیر سرخ شده با شکر یا نمک. چوب جوش، خمیرهای گلوله شده در روغن. نان و چای، نان و دوغ. بخش سوم، غذاهای گوشتی، انرژی و قدرت کوهستان. گوشت کوچه، ترکیبی از گندم و گوشت پخته شده تا 6 ساعت. قبرداغ یا قبرغداغ، ترکیب از دنده گوسفند سرخ و بخارپز. کله پاچه، سر و پاچه گوسفند بخارپز. کباب، گوشت مزه‌دار شده با ادویه. آبگوشت یا شوروا، گوشت و روغن و نان در آب. پلاو برنج، ترکیب برنج، گوشت و روغن. قورمه پلاو با خورشت گوشت. آشک، خمیر پر شده با گوشت و سبزی. منتو، شبیه آشک ولی بخارپز. قدید، گوشت نمک شده و خشک شده. دلده گوشتی، دلده همراه گوشت نرم شده. اوگره، غذای سنتی با آرد و دوغ. کچالوی تایقاق، قورمه کچالو با روغن و بانجان رومی. پیاوه کچالو آب و روغن. کوچه ترکیبی، گوشت با کوچه نخود، لوبیا، عدس. شوربای دیگ سنگی، پخت آرام در دیگ سنگی. جوجوق یا جیجیق، چربی دنبه سرخ شده. بخش چهارم، غذاهای آشی و فصلی. آش هزارگی، رشته خمیر، نعنای تازه، چکه و پونه یا پودینه. آش پلاو، ترکیب رشته با ماست. آش کشیده، آش با روغن و ماست. کشکاو یا آش سنتی با قروت. دوغ لیتی، ترکیب دوغ با لیتی. لیتی جواری، لیتی با آرد ذرت. اوشورک یا پیاوه، نان و آب و روغن. آش قروتی، رشته، قروت و روغن. اوگره آجای، خوراک ساده با دوغ و آرد. تلخو با طبع گرم، غذای مخصوص زمستان. سبزی پلاو، برنج و سبزی معطر. قدید پلاو همراه گوشت خشک شده. شیر روغ، نان، شیر و روغن. بخش پنجم، تخم مرغی ها و شیرینی ها. خیگینه روغو، تخم مرغ سرخ شده در روغن. خیگینه اوجوشک، تخم مرغ آبپز. حلوای چوب جوش، آرد و روغن و دوغ. حلوای سمنک، آرد جوانه زده و روغن. بولانی بانجان، خمیر پر شده با بادمجان. بولانی غذای لذیذ و معروف که ترکیبی از انواع سبزیجات مثل گندنه، پالک و غیره استفاده می شود. نان روغنی، نان نرم و چرب با عطر محلی.
دوستان خوبم، شاید اسامی غذاها زیاد باشد، اما همه اینها بخش از هویت مردم هزاره هستند. با معرفی این غذاها ما تنها درباره غذا حرف نمیزنیم، بلکه درباره فرهنگ، تاریخ، مقاومت، مهر مادری، زحمت پدری و خاطره کودکی ها صحبت میکنیم. پس بیایید این طعمها را حفظ کنیم، به نسل بعدی انتقال دهیم و با افتخار از آنها یاد کنیم. تا دیدار بعدی، نانتان گرم، دلتان شاد و سفره‌هایتان همیشه پربرکت.